گوشیم داره خاموش میشه. این جمله رو چجوری به انگلیسی بگیم؟ 2 ثانیه فکر کنین. خب گوشیم داره خاموش میشه در واقع یعنی گوشیم نزدیکه که خاموش بشه. بچه این نزدیکه که رو توی انگلیسی با be about to بیان میکنیم. be about to. be میتونه am, is, are باشه که برای گوشی میشه is about to. خب گوشیم یعنی گوشی من میشه my phone. گوشی من، گوشیم my phone is about to. خب حالا خاموش شدن اینجا میشه die. البته die به معنای مردن هم هست خب، ولی اینجا برای خاموش شدن ازش استفاده میکنیم. My phone is about to die. خب حالا شما کامنت کنین کلاسم داره شروع میشه. کلاسم میشه my class. شروع شدن هم که میشه start. موفق باشید. به امید خدا.